اسکل، شنقل، دنگل و امول. مسئله این است امروز میخوایم تفاوت 4 تا از گونه‌های معروف پرنده ها رو که ما برای مسخره کردن ازشون استفاده میکنیم و بهتون بگم که فلسفه‌اش اصلا چی بوده. اسکل یه پرنده واقعیه که با زحمت خیلی زیاد قبل فصل زمستون برای فصل سرمای خودش کلی غذای رنگ و رنگ جمع میکنه و یه جایی پنهانش میکنه، اما وقتی چند ماه میگذره فراموش میکنه که کجا اونا رو قایم کرده. دقیقاً مثل سنجابا که بلوطاشون رو قایم میکنن و بعدش روحشون هم خبر نداره که کجاست و اینجوری درخت‌ها سبز میشن. شنقل از اسکل هم وضعش خرابتره. ایشون اسکل رو یه مهندس بلفطره توی پنهان کردن غذاش میبینه و هر سال غذاهاش رو به اسکل میده تا براش قایم بکنه، ولی خب طبق معمول اسکل هم یادش میره که کجا قایمشون کرده. دنگل حاصل تولید مثل و عشق بازی دو گونه شنقل و اسکله، یعنی پدر مادر اینجوری بودن حالا بچه چه مصیبتی از آب در میاد. هوش و ذکاوت این گونه اصلا قابل توصیف نیست. اما میرسیم به امول. امول یه نوع دوز پرنده است و خیلی به خودش اعتماد